خوش به حالت خواهرای عزیز. وقتی شما شوهراتون مردک جان فریاد میکنین، بین بسیار من بسیار کلمه های زیبایی را میشنوم که وقتی مردک شا مثال انا مردک جان میگه یا نامش میگیرد، جان در حتما در او زم میکند. بین بسیار کلمه های زیبا در برابر شوهراشون میگه، دعاشون میتن در پیشون، میگه ای کاش که خدای مهربان همین باقی عمر مرا ترا بتا، اگرچه نمیتا ولی با گپی خوب مقصد زندگیشون نیک میکنن. همچنان شوهرها هم در احترام زنهاتون از دلالت من نه، از سخنای من نه، چیزی را که من آیت قرآن گفتم از این پیروی کنین، انشاءالله برکت میابین.